بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. با قرآن چه قسم زندگی بکنیم و خصوصا با سوره فاتحه. حالا فعلا در سایه ما و شماست که با سوره فاتحه چه قسم زندگی بکنیم. دوستان عزیز، با سوره فاتحه چه قسم زندگی میکنیم؟ گفتیم که اول با احساس توحیدی خواندیم، با دعا، ثنا، استعانت، هدایت خواندیم. سوم، با مناجات و سخن گفتن با الله خواندیم. چهارم، خواندیم که کل دین در سوره فاتحه هست، اینم خواندیم. حالا میخوایم که بگوییم که خلاصه دین در سوره فاتحه هست. خلاصه دین در سوره فاتحه هست. کل دین در کتاب‌های آسمانی هست. الله سبحانه و تعالی 104 کتاب روان کرد، 100 صحیفه و 4 کتاب. این کل از اینا را خلاصه کرد در 3 کتاب: تورات، انجیل، قرآن. باز کل از این خلاصه کرد در قرآن عظیم شان. کل دین خلاصه کرد در قرآن عظیم شان. قرآن عظیم شان از آغاز آدم علیه السلام الی روز قیامت کتاب هست که کل عقیده درست و توحیدی از آدم علیه السلام تا روز قیامت در این هست. خب باز الله متعال کل قرآن خلاصه کرد در سوره فاتحه. سبحان الله، کل قرآن خلاصه کرد الله متعال در سوره فاتحه و کل سوره فاتحه را خلاصه کرد در ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. کل هدف خلقت بشریت چی هست؟ که ما برای چی خلق شدیم؟ برای از اینکه الله متعال عبادت بکنیم. عبادت قلبی، عبادت زبانی، با زبان خود الله را عبادت بکنیم. عبادت بدنی، با اعضای بدن خود الله را عبادت بکنیم. عبادت مالی، با مال خود الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم. و عبادت تشریعی، با تطبیق حکم الله در زمین الله را عبادت بکنیم. حکم کسی دیگر قبول نکنیم. قلبی، عبادت قلبی، عبادت فکری، سوم عبادت زبانی، چهارم عبادت بدنی، پنجم عبادت مالی و ششم عبادت تشریعی. یعنی عبادتی که احکام الله متعال تطبیق بکنیم. حکم الله را در زمین الله مطابق حکم الله تطبیق بکنیم. ایناله تمام خلاصه دین چی شد؟ که عبادت خاص برای الله شد. و تمام خلاصه دین چی هست؟ که تمام کائنات، از کوه‌ها، از دریاها، از بحرها، زمین، آسمان، فلک، کل از اینا، حش، لوح، قلم، کل از اینا استعانت از الله میجوین و با کمک و استعانت الله استقرار دارن. ایاک نستعین. ما هم نمیتونیم که خارج از تمام کائنات همگی به الله تسلیم باشه و ما مخالف حکم الله عمل بکنیم. پس ما هم باید مطابق حکم الله سبحانه و تعالی چی بکنیم؟ استعانت از الله بخواهیم. پس خلاصه تمام دین در ایاک نعبد و ایاک نستعین است که تخصیص عبادت برای الله شود. الله، لا اله الا الله. نیست هیچ مخلوق قابل از این که مستحق باشه، هیچ کسی، هیچ موجودی مستحق عبادت و اطاعت نیست الا الله، بخیر از الله سبحانه و تعالی. و استعانت چی هست؟ که تمام موجودات، مخلوقات، اینا کلشان با کمک الله کار میکنن، با کمک الله خلق شدن، با کمک الله تابع هستن، با کمک الله وظیفه خود انجام میدن. و ما هم با کمک الله خلق شدیم، با کمک الله حفظ میشیم، با کمک الله هدایت شدیم، با کمک الله به جنت میریم، با کمک الله در روز قیامت حشر میشیم، با کمک الله از عذابهای قبر، عذاب جان کندن، عذاب قیامت، از عذاب الهی، از کل از اینا
ما و شما خلاص میشیم. این پنجمین قسمت یعنی زندگی کردن با سوره چی است؟ سوره فاتحه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.